عشقم از گوشه نگه دار. آقای بیضایی، ببخشید آقای بیضایی، بیا بار تو. خانم اون بچه تو خفه کن، مخمونو خورد. پستونکشو بذار تو دهنش. پستونکشو نیاوردی؟ خب پستون تو بکن تو دهنش. دکتر برام 7 شیاف نوشته. خب چیکار کنم؟ فکر کنم دکتر با خشابه وینچستر اشتباه گرفته. اینجوری تشخیص داده. خب ناراحتی؟ برو یه دکتر دیگه. ما اینجا ویزیت پیزیت بر نمیگردونیم. ما من رژیمم، دلستر نمیخورم. نه تو رو خدا بیا بخور، نمونه ادرارمه. چه صافت. مامان جون مامان، خسته شدم. همه دوستان ماشین دارن، خب منم دلم ماشین میخواد. تو جون بخوا. فکر کردی برای چی نذاشتم این همه سالا بابات یه پیک نمک بخوره؟ برای سلامتیش؟ برای اینکه اگه یه روزی پول لازم بودی کلیاشو بفروشن برات، فردا کله صبح شاسی بلند داری. برو خیالت راحت. عشق منی به خدا. مامان باز این اومد. همه دوستان ماشین دارن ولی من پیاده میرم میام. برو خدا رو شکر کن پا داری باهاش راه میری. بچهای مردم همین پارم ندارن. چی میگی مامان؟ من دلم میخواد یه ماشین تیبا بخرم. همینم مونده برات تیبا بخرم که در همسایه بگن دخترشون مطلقه است، مهریه‌شو گرفته، تیبا خریده. حالا ببین من خودم جمع جور میکنم یه ماشین میخرم. تنها ماشینی که میتونی بخری ماشین ریش تراشه بابا. حوصله داری؟